خب رفقا، ما یکی از دوستان اومد دایرکتمون و یه سایت بهمون معرفی کرد که 10800 تا سی پی رایگان به عنوان گیفت بهمون میده. من رفتم داخل سایت دیدم که یه ایمیل و پسورد داره و رات ربات داره و اومدم پایین‌تر که ببینم سایت واقعیه یا نه. آدرس و توضیحات سایت آخر ویدیو. اومدیم روی یکی از این لینک‌های پایینش زدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا ارور 404 بهمون داد. روی یک سری از لینک ها هم که می‌زدیم میرفت داخل خود سایت اکتیویژن. سایت خیلی تمیز طراحی شده بود. من دیدم سایت .com و یه سری استانداردهای اکتیویژن رو داره، حتی قسمت ساپورت هم داره. یعنی هیچ گونه ایرادی نمیشد به این سایت گرفت تا زمانی که رفتم قسمت ساپورت و دیدم بله یه شماره هم داده که توی تلگرام میتونی پیام بدی. تا اینجا همه چی اوکی بود که این عکس رو رفیقم برام فرستاد. گفتش که داداش من این سایت رو اجاره میدم به بچهای کامیونیتی و اینا میرن از این سایت استفاده میکنن و هر کسی یوزر پسوردش رو داخل این سایت بزنه اطلاعاتش داخل یه ربات تلگرامی برای من میاد. در اصل یه سایت اسکم و یه سایت کلاهبرداری که آدرسش براتون گذاشتم. جالبه بدونی یه اسمایی رو به من داد از کسانی که این سایت رو بهشون اجاره داده که اصلا نگم براتون. یعنی من خودم پشمام ریخت، طرف با 100 تا فالوور داره کلاهبرداری میکنه. نه فقط این سایت بلکه هزاران سایت دیگه مثل این هر روز طراحی میشه تا کلاه شما رو بردارن. و خیلی راحت اکانت‌های شما رو میبرن و با قیمت‌های خیلی مفت میفروشن. این سایت توسط یک پسر بچه 16 17 ساله ساخته شده. پس فقط یادت نره برای اینکه رایگان یاد بگیری منو فالو